درودی مرا باز در یک صبح نو و پرفیض بپذیرید بینندگان عزیز. شعله گل خواجه هستم، بازم در روبروی شما. امروز جمعه است 20 فوریه و جمعه سعید رو برای هر یکی شما عزیزان شاد باش میگم و خدا کند که در خاندان هر یکی شما فیض و برکت باشد و زندگی خوب داشته باشید. تشکر میگم که ما رو تماشا میکنید هر صبح و منتظر خبر و گزارش و ملاقات با ما میمونید. ما هر یکی شما رو دوست می‌داریم و قدر میکنیم و سپاس میکنیم برای وفاداری و همراهی که شما با ما دارید. خب قبل از اون که من به خبرهای امروز نگاه اندازم، میبینیم که در سه کشور جهان باد هوا چگونه است. هوای ما در پراگ همین حالا بارانی و 6 درجه گرم است. انتظار می رود که در دوام روز حرارت به 8 درجه برسد. در مسکو به فرق از پراگ هوا هنوز سرد و زمستانی است، برف میبارد و 8 درجه زیر صفر را تشکیل میدهد. در دوشنبه پایتخت تاجیکستان هوا صاف و آفتابی است و 12 درجه گرم. ضمناً در ادامه موضوع باد و هوا، روز گذشته کاربران آزادی ویدیو از شهر مسکو برای ما چند عکس رو فرستاده. گفتند که بنابر شمال سخت در یکی از راهها ماشین چپه شده و با بالای دو مهاجر تاجیک میافتد و آنها را پخش میکند که این دو نفر مشغول کوچه‌روبی بودند. مهاجران جراحت برداشته را به بیمارستان انتقال دادند و ما برای آنها شفای کامل میخواهیم و از هر آن نفرانی که اگر مبادا ویدیوی این حادثه را دسترس کرده باشند برای ما بفرستند و همین گونه اگر تفصیلات این حادثه را بدانند با ما تماس بگیرند و ما این موضوع را پیگیری خواهیم کرد. و ضمناً تشکر برای آنهایی که برای ما هر روز عکس و نوار و خبر میفرستید. اکنون میبینیم که چه خبرها رو من در دست دارم. در پاسخ رسمیش بر رادیو آزادی، وزارت خارجه هلند 21 فوریه خبر داد که مقامات تاجیکستان با آنها تصدیق نمود که شراف‌الدین گدایف در تاجیکستان است و بر اساس عیبنامه جنایی بازداشت شده است. شراف‌الدین گدایف 33 ساله روز 15 فوریه در دوشنبه حاضر شد و وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت که این فعال مخالفین پشیمان شده به وطن برگشته است، ولی جانبداران گدایف باور دارند که او بازداشت و ربوده شد. شام پنجشنبه در ایمیل سخنگوی وزارت امور خارجه هلند ویلمن ویلدمن به عنوان رادیو آزادی گفته شد که این ساختار راههای کمک به جناب گدایف را اندیشه دارد و این قضیه را از نزدیک پیگیری میکند. این در حالی است که در همین روز در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند که شراف‌الدین گدایف در بازداشت قرار ندارد و تنها ساعت‌های معین برای صحبت با اداره‌های دخلدار میآید. یک مقام این وزارت به شرط چاپ نشدن نامش گفت سندهایش برای عفو پیشنهاد شده است. البته این کار در یک یا دو روز انجام نمی شود ولی او در بازداشت نیست. با وعده عفو به تاجیکستان آمده است و حتما عفو می شود، گفت این مقامدار توجیک. درباره اینکه گدایف در آزادی نیست مادرش نیز شبهه دارد. اویشما عبدالله و مادر شراف‌الدین گدایف روز 21 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت پسرش 1.5 روز گذشته در فرخار همراهش بود. با گفته مادر روز 19 فوریه پسرش همراه با چند نفر به خانه پدریش به فرخار آمد و شب دوم نیز با همراهانش ماندنی بود، ولی ناگهان ساعت 8 شب 20 فوریه برآمده رفتند. از زمان پیدا شدن گدایف در دوشنبه نوارهای زید و نقیض با شرکت او در شبکه‌های اجتماعی نشر شد. در نوارهایی که از جانب ساختارهای انتظامی تاجیکستان نشر شد او با بازگشت اختیاریش به تاجیکستان تاکید میکند، ولی در نواری که پس از بازگشتش مخالفین نشر کردند او میگوید به دوشنبه برگشتنی نیست. مقامات تاجیکستان میگویند شراف‌الدین گدایف اختیاری برگشته است و در راستای تطبیق عفو قرار دارد. گدایف که چند سال اخیر در اروپا زندگی کرده همچون منقد شدید اللحنی حکومت تاجیکستان معروف شده است. بر اساس کودکس جنایی در ساختکاری و تقلب گمانبر میشود، ولی برای مقامات تاجیک گدایف بیشتر برای فعالیت‌های سیاسی انتقادیش از حکومت تاجیکستان مورد توجه بود. خوب و بینندگان عزیز، ما حتما این موضوع رو بازم دنبال خواهیم کرد و در صورتی دسترس کردن یگان خبری نو در این باره ما حتما برای شما خواهیم گفت.
پرونده مربوط به آشوب ماه نوامبر در یکی از زندان‌های خوجند به دادگاه عالی تاجیکستان فرستاده شد. دادستانی کلی تاجیکستان در میانه‌های هفته گذشته پرونده 30 زندانی گمانبر در این آشوب را به دادگاه ارسال کرده است. این افراد به جرم‌های مختلف از جمله مانع شدن به فعالیت مؤسسه‌های اصلاحی، کشتار، رساندن ضرر وزنی جسمانی به سلامتی و زورآوری به مقابل نماینده حکومت گناهکار دانسته می‌شوند. آشوب در مبحث نظامش سنگین رقم 3 شهر خوجند تبریز شما هم در یاد دارید شب 7 به 8 نوامبر سر زد. مقامات میگویند در این حادثه از دو طرف بیش از 20 نفر کشته شدند. قبلا منابع غیر رسمی تعداد کشته شده ها را تا 50 نفر حساب کرده بودند. دفتر مطبوعاتی دادگاه عالی تاجیکستان روز 21 فوریه به رادیو زاده تصدیق کرد که پرونده محبوسان گمانبر در آشوب محبس خوجند به دادگاه عالی وارد شد و دادرس پرونده نیز معین شده. روزهای نزدیک بررسی آن پشت درهای بسته شروع می شود. با نظر داشت اون که پرونده مذکور مهر مخفی دارد، دفتر مطبوعاتی دادگاه عالی از شرحی بیشتر خودداری نمود. برخی از والدان محبوسان گمانبر در این آشوب به رادیو زاده گفتند که دادگاه عالی آنها را آگاه کرده است که پرونده را به بررسی میگیرند و از این رو وکیل مدافع خود را معرفی کنند. یک ساکن نویه اسفاره روز 21 فوریه به رادیو زاده گفت که فرزندش بیگناه است و او را بدون هیچ دلیل عیبدار کردند. او امیدواری نمود که پرونده فرزندش منصفانه صورت خواهد گرفت. باید گفت که تحقیق آشوب در زندان رقم 3 خوجند را گروه تفتیشاتی دادستانی کلی تاجیکستان انجام داده است. مقامات توجیه گفتند گروه آشوبگران که در میان آنها اساساً محکوم شده ها برای عضویت در سازمان‌های افراطی و ممنوع به مثل گروه دولت اسلامی میباشند میخواستند از زندان فرار کنند، ولی منابع غیر رسمی میگویند که بدرفتاری نسبت به زندانی ها و پایمال کنی حقوقشان سبب اصلی سر زدن آشوب گردید. نورسултон Назарбоев президенти Казоқистон ҳукумати кишварашро ба истеъфо фиристод. Дар ин бора вай рӯзи панҷшанбе қарор содир кардааст. Назарбоев фаъолияти ҳукуматро танқид кард. Вай гуфт вазирон наметавонанд бо мардум кор кунанд. Ва гуфтаи Назарбоев ҳукумат дар якҷоягӣ бо Бонки Миллӣ натавонист ки рушди босифати иқтисодро таъмин намояд. Дар натиҷаи бархурди сатҳии мақомоти иҷроия қисми осебпазири аҳолӣ ба кӯмакҳои иҷтимоӣ дастрасӣ пайдо накарданд, омадааст дар исороти президенти Қазоқистон. Аскар Маъмин иҷрокунандаи вазифаи сарвазири он кишвар таъин шуд. 2 ҳафтаи охир дар чанд минтақаи Қазоқистон эътирози оммавии модарони серфарзанд идома дорад ки талаби беҳсозии зиндагии худро доранд. Эътирозҳо баъди он шурӯъ шуданд ки дар наздикии шаҳри Остона дар як оташсӯзӣ 5 кӯдаки ноболиғ кушта шуд. ҳукумати Қазоқистонро аз соли 2016 ба ин тараф сарвазир Бахтиҷон Сагинтаев раҳбарӣ мекард. Бар асоси конститутсияи он кишвар ҳукуматро президент ташкил медиҳад ва ҳукумат дар назди президент ҳисобдиҳанда аст. خبرهای جهانی رو ادامه میدم، اما قبل از این بار دیگر درود میفرستم به بینندگان عزیز رادیو زاده و تشکر میگم برای همراهی شما و در چند دقیقه دیگر من تلاش میکنم خبرهای مهم رو برای شما بگم و امیدوارم که ما رو حتما تا آخر تماشا خواهید کرد و یادتون نرود که ما درباره قرب اسعار خارجی نیز در پایانی صحبت خواهیم گفت. امریکا میگوید بعد اجرای برنامه بیرونشوی سربازان ایالات متحده آمریکا کمش 200 سرباز آمریکایی موقتا در سوریه باقی میماند. سخنگوی قصر سفید سارا ساندرز روز 21 فوریه گفت یک واحد خرد نگهبانی صلح مدت در سوریه خواهد بود. در ماه دکامبر پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ غیر منتظره اعلام کرد که 2000 سرباز آمریکایی که در سوریه میباشند به وطن برخواهند گشت. ترامپ اون زمان گفت گروه دهشت افکن دولت اسلامی یا خود داعش شکست خورده و ضرورت برای نگه داشتن سربازان آمریکایی در سوریه وجود ندارد. این اقدام از طرف قانونگذاران حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه مورد تنقید قرار گرفت، زیرا سرنوشت متفقان آمریکا در سوریه کردها ناروشن باقی میماند. آمریکا و ترکیه گروه‌های مختلفی ضد حکومتی سوریه را پشتیبانی میکنند. به قول قصر سفید پرزیدنت ترامپ در صحبت با پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان ادامه هماهنگسازی اقدام‌ها در سوریه و تشکیل منطقه امن در این کشور را
بررسی کرد. خب بازم برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان. سازمان امنیستی اینترنشنال میگوید قانون درباره آگنت‌های خارجی در روسیه کشورهای سابق شوروی از جمله تاجیکستان را به قبول قانونی مانند به آن وادار کرد. قانون درباره آگنت‌های خارجی سال 2012 در روسیه قبول شد که فعالیت رسانه‌ها و سازمان‌های جمعیتی را که از خارج سرمایه‌گذاری می‌شوند محدود کرد. سازمان امنیستی اینترنشنال در گزارش تازه خود که 20 فوریه نشر شد نوشته است ظاهراً تاجیکستان نیز با پیروی از روسیه سال 2015 قانون درباره اتحادیه‌های جمعیتی را تصویب کرد. با نوشته امنیستی اینترنشنال سازمان‌های جمعیتی بر اساس این قانون پیش از دریافت سرمایه خارجی از وزارت عدلیه تاجیکستان اجازت می‌گیرند و از صرف آن به این وزارت حسابات می‌دهند. امنیستی اینترنشنال نوشته است قانونی که فعالیت سازمان‌های جمعیتی را محدود می‌کند پس از روسیه در آذربایجان و قزاقستان نیز قبول شد. با اینکه در تاجیکستان از قبول اصطلاح روسی آگنت خارجی پیروی نکردند ولی به قبل فعالان سازمان‌های جمعیتی احساس ناباوری به سازمان‌های جمعیتی از جانب ساختارهای حکومتی هیچگاه رفع نشد. هنوز هم برخی از ساختارهای حکومتی اصطلاح سازمانی غیر دولتی را همچون غیر حکومتی قبول می‌کنند. برخی نمایندگان سازمان‌های جمعیتی می‌گویند که گاه مقامات پیش از آن که در مسئله نظر آنها را بشنود اول به منبع سرمایه‌اشان اشاره میکنند. در حالی مسئولان تشکیلات‌های جمعیتی سوال دارند که وقتی حکومت برای طرحهای خود از سازمان‌های بین‌المللی خودشون مبلغ دریافت میکند چرا تشکیلات جمعیتی حق این کار نداشته باشند؟ طبق آمار رسمی فعلا در تاجیکستان بیش از 1700 سازمان غیر حکومتی فعال است. این سازمان‌ها سال گذشته برای عملی کردن طرحهای خود از خارج کشور 750 میلیون سومانی گرانت یا کمک بلایوز گرفتند. سال 2013 این رقم تا 4.5 میلیارد سومانی رسیده بود. باید گفت که سازمان‌های جمعیتی تاجیکستان که اکثرشان در سالهای مدهش جنگ شهروندی ارزیابی کردند در امر حمایت از حقوق انسان حق اقلیت‌های گروه‌های ضعف‌پذیر به کار پرداختند. در بیشترین حالت‌ها از سوی سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان ملل متحد، سازمان امنیت همکاری اروپا و حکومت‌های اروپایی و غربی مبلغ گذاری می‌شدند. فعالیت این سازمان‌ها برای تأسیس جای‌های کاری نفت در تاجیکستان جنگ زده آن زمان مساعدت کرده بود. و یک خبر دیگر هم داریم. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان یک شهروندی چین و یک تبعی ویتنام را با اتهام تشکیل فاحشه‌خانه با جلب خارجیان بازداشت کرد. این نهاد شب 20 فوریه با نشر یک گزارش خبر داد که وان ون مین مرد 32 ساله شهروندی چین و هوون دنگ می زن 29 ساله از ویتنام در حدود نویه شمانسور دوشنبه منزلی را به اجاره گرفته آن را به فاحشه‌خانه تبدیل دادند. به گفته وزارت زن ویتنامی با شهروندی چین مشورت کرده با بهانه تامین کار در طرفخانه در روسیه 3 زن ویتنامی را از طریق قزاقستان به تاجیکستان آوردند. وزارت کارهای داخلی گفت که 3 زن که بدون خواهششان در تاجیکستان مورد تنفروشی قرار داده شدند 34-36 ساله هستند. وزارت میگوید که قربانی های تجارت فحش و بیوزن و صاحب فرزند بوده به جای کار احتیاج داشتند. به قبل این نهاد از 3 دکمبر سال 2018 این 3 زن در اسارت قرضی بودند و شناسنامه های آنها از جانب ونمین مصادره شده. هر 3 زن در خانه اجاره در دوشنبه در اتاق‌های علیحده و بدون شانس واخوری با هم دیگر نگاه داشته می‌شدند. از این رو به گفته مقامات زمانی آزاد کردند و دیداری هم آنها اشک شادی ریختند. مشتریان این 3 زن بیشتر شهروندان چین بودند که در تاجیکستان کار میکنند. به حساب وزارت کارهای داخلی در ظرف 2 ماه تشکیل کنندگان فاحشه‌خانه از هر جبریده 5200 دلاری فایده به دست آوردند. فعلا نسبت به شهروندی چین و ویتنام برای سودای آدمان و تشکیل فاحشه‌خانه پرونده جنایتی باز شده است. پرونده را دادستانی شهر دوشنبه تفتیش میکنند. خب بینندگان عزیز، در این قسمتی صحبت چون هر روزه رو میاریم به قرب اسعار خارجی در بانک‌های تاجیکستان که برای امروز از سوی بانک ملی معین کرده شده است. $1 9 سومانی و 43 درم، €1 10 سومانی و 71 درم و 1000 روبل روسی 144 سومانی رو تشکیل میدهد. با سپاس از همراهی هر یکی شما. برای شما بازم بار دیگر روز جمعه رو تبریک میگم و منتظر میمونم که در تقدیم سرخطای روز که خبرهای مهم داریم و همچنین در برنامه خبری ما رو تماشا کنید و البته
نوشتن و فرستادن پیام و عکس و نوا رو به عنوان رادیوزاده فراموش نکنید. من با شما خداحافظی نمی کنم و تا ملاقات نوبتی خود را احتیاط کنید.